قسم سیوم. چی طور می توان عادتی به تشویش افتادن را مغلوب ساخت هنوز که آن ما را مغلوب نکرده است؟ باب ششم. تشویش و اضطراب را از باطن چگونه بیرون کنیم؟ آن بگاهی را که یک چند سال مقدم مریان دوگلاس قصه حیات خود را به من حکایه کرده بود هیچ از خاطرم نمی برارم. او اعضای کرسی ما بود. واقعاً با سبب آنکه خودی او التماس نموده است نام حقیقی او را درج نمی سازم. اینک قصه او. مریان دوگلاس حکایه کرد که در عائله آنها یک بار دو حادثه دهشتناک روی داد. اول دخترچه 5 سالهشان از دنیا رفت. راستی گپ او و همسرش هیچ گمان نداشتند که بعد این فاجعه باز زنده میمانند. 9 ماه بعد حکایه کرد او به من خدا به ما باز دخترچه داد، ولی آن هم 5 روز عمر دید و فوتید. این دو دهشت مرا از پا افکند. خورد و خوابم را از دست دادم. عصبهایم مدام ترنگ بودند. دیگر به حیات دلگرمی نداشتم. و دکترها مراجعت نمودم. یکی از آنها داروی آرام کننده عصب توصیه داد و دیگری نصیحت داد که سفر نمایم، ولی هر دوی این هم فایده نمی بخشید. در حالت گرفتار بودم که گویا در حلقه گرفتارم و آن لحظه به لحظه تنگ گشته سخت‌تر فشارم می دهد. خدا را شکر باز یک پسرچه 4 ساله داشتم که محض او کمک رسان دشواریم آسانتر گردد. یک روز وقت تنها و ملول نشسته بودم او به من مراجعت کرد. پدر، به من کشتی چه می سازی؟ خواهش نداشتم، ولی پسرچم بسیار یک روی کرد و مجبور شدم که تن دهم. ساختن کشتیچه 3 ساعت وقتم را گرفت. وقتی بازوچه تیار شد حس کردم که در چند ماه آخر نخستین بار روحاً آرام گرفتم. این کشفیات مرا از خوابی دهشتناکی سکتگی بیدار نمود و مجبور ساخت به وضعیت درست بها دهم. در چند ماه اخیر اولین بار قابلیت اندیشه کردن پیدا نمودم. فهمیدم تشویش و اضطراب فرو می نشسته است وقتی به عملیات با بنفشه‌گیری علاقمند مشغول بشویم. همین طریق قرار دادم که دائما به کار بند باشم. روز دیگر از من خانه به خانه گذشته کارهایی را که باید به انجام رسانم به حساب گرفتم. معلوم شد اشیایی زیادی را تعمیر کردن لازم بوده است. جیوان کتاب‌ها، زینه‌پایه، قلف و غیرها. عجایبش آن که در طول 2 هفته برای خود 242 کار یافتم. در طول 2 سال آخر بسیاری این کارها را به سامان رسانیدم و بغیر از این به عملیات تنظیم سازی حیاتم مشغول شدم. هفته 2 بار در کورس‌های کلان سالان اشتراک میکنم. در شهری که زندگی دارم به کارهای جمعیتی مشغولم. حالا حاضر رئیس کمیسیه ریاست مکتب‌ها انتخاب شدم. اینچنین برای به فاند صلیب سرخ مبلغ جمع آوردن کمک میرسانم. خلاصه آنقدر بندم که دیگر وقتی به تشویش و اضطراب افتادن را ندارم. چارلز کیتنرینگ که به ساختمان استارترهای اتوماتی برای اتومبیل‌ها مشغول بود نیز به چنین حالت گرفتار شد. واقعا در سالهای من بعد او ویتس پرزیدنت فیرمای جنرال موتورز تعیین شده بود و به همین نزدیکی به نفقه برآمده است. در ابتدای فعالیتش باشد کیترینگ چنان کمبغل بود که لابراتوریش را در تهخانه جای کرده بود. عائله آنها از حساب زنش معلم زیست و زندگی داشتند. باری از زنی او پرسیدم که در این حالت دشوار آیا یگان تشویش و اضطراب داشت؟ بله، جواب داد او. آنقدر تشویش و عذابی داشتم که شبها خوابم نمی برد، ولی میستر کیترینگ دائما آرام بود. خیلی جدی و صمیمی به کار خود مشغول که بود فرصتی تشویش کشیدن نمی یافت. عالم بزرگ پاستر گفته است که با آرامی باطنی تنها در کتابخانه و در لابراتوری ها مشرف شدن ممکن است. چرا؟ برای آنکه در کتابخانه و لابراتوری ها آدمان خیلی جدی به پرابلم های علمی مشغولند و برای تشویش و ناآرامی وقت ندارند. عالمان خیلی کم به التهاب عصب گرفتار می شوند. آنها برای چنین افضلیت فرصت نمی یابند. برای چنین چیزی عادی به کار بند بودن کمک می رساند که ما تشویش و اضطراب را از باطن خود تن کرده براریم. این وابسته است به یکی از قانونهای مهم پسیکولوژی. قانون درباره آن که عقلی برجسته ترین هم امکانیت ندارد که در یک مدتی وقت درباره 2 چیز فکر کند. به این باور ندارید؟ بیایید یک جایه تجربه میکنیم.
فرض کردیم در کرسی راحت نشسته در یک وقت هم درباره مجسمه آزادی و هم نقشه کاری فرداییتان فکر کنید. این را البته بسنجید. دیدید در یک وقت هر دوی این کار را کردن تماما ممکن نیست. به نوبت ممکن، اما در یک وقت هیچگاه. در حسیات ما، اندیشه های ما نیز عیناً چنین حادثه روی می دهد. چطوری ما در یک وقت نمی توانیم هم شاد و مسرور باشیم و هم زق و ملال. یک طرز کیفیت دیگرش را تن کرده می برارد. خودی همین کشفیات عادی به دکتران حربی امکانیت دادند که هنگام جنگ معجزه ها آفرند. وقتی عسکران از میدان نبرد افتاده روح و اذیت دیده برمیگشتند، آنها را پسیخونیوراتیک می نامند. دکتران به جای دارو به آنها توصیه می دادند که به کار مشغول شوند و هر دقیقه حیات این آدمان عذاب دیده سرشار فعالیت می شد. این فعالیت باشد اکثر وقت در هوای کشاد می گذشت. آنها به ماهیداری، شکار، توپ بازی، گلف، صورتگیری و غیره مشغول می شدند و دیگر وقت نمی یافتند که درباره دهشت‌های اثر گذرانیدهشان فکر کنند. تراپی مهنتی ترمینی پسیخاتری هست که معنایش بجای دارو کار توصیه دادن می باشد. این نو نیست. دکتران یونان قدیم 500 سال پیش از سالشماری ما این را توصیه می دادند. کواکرها تراپی مهنتی را در فیلادلفیا در آوان بن فرانکلین استفاده می بردند. یک شخص سال 1774 سناتاری کیورک ها را از نظر گذرانیده، وقتی دید که آدمان گرفتاری بیماری روحی زغیر می کوبند، گمان نمود این بدبختا استثمار می شوند. ولی کوارک ها با او فهماندند که حالت بیماری میزاجانی آنها خیلی بهتر می گردد وقتی آنها به کار مشغول می شوند. این عصبهای آنها را آرام می سازد. از کدام روحشناس پرسید جواب می دهد که فعالیت مهنتی یکی از بهترین دواهاست برای بیماران عصب. گنری لونگفلا این را وقتی فهمید که زنی جوانش از عالم گذشت. زنی جوان خواست که سرغوچ را به شم آتش گیراند، ولی لباسش آتش گرفت. لونگفلا داد و فریاد او را شنیده به کمک شتافت، ولی دیر شده بود. زنش وفات کرد. یک چند مدت لونگفلا از این فاجعه چنان به دهشت افتاد که قریب بود دیوانه شود، ولی 3 کودک خردسالی به نگاه بینی او احتیاج داشته نگاهش داشتند. آخر ناوابسته به درد و غم، لونگفلا برای آنها هم پدر شد و هم مادر. آنها را به سیر و سیاحت می برد، هر گونه قصه و حکایه می کرد، بازی ها تشکیل می نمود. تمام این تأثیرات ها در رمن جاویدانه لونگفلا ساعتی کودکانه تجسم یافته است. همان وقتا او این چنین دانته را ترجمه می کرد و به این کارها چنان بند بود که برای غم و غصه خوردن وقت نمی یافت. فقط به همین راه او توانست که به آرامی باطنی مشرف گردد. تین نیسان وقت دوستی نزدیکش ارتور خلم را از دست داد، چنین اظهار داشته بود: باید در فعالیت غرق شوم وگرنه از غصه آب و ادا می گردم. به همین طریق برای بسیاری ما آنقدر دشوار نیست که در فعالیت غرق شویم. آخر هر روز کاری داریم و همیشه از پی بهداشت روزگاریم، ولی نباید فراموش کرد که از همه خطرناکش ساعتهای بعد کاری است. این عیناً همان وقت است که به اضطراب افتادن تهدید می کند. آخر محض در همین لحظه ها به سرمان اندیشه های پیدا می شود که در حیات به چیز نائل نگشته ایم، در یک جا پامانده ایستاده ایم. به ما چنین می نماید که سردارمان با فلان گپش به کیم چیز اشاره نمود، یا روز تا روز بیشتر کل شده ایستادم و غیره و هاکذا. وقتی با کار مشغول نیستیم، مینمان به حالتی واکومی بی هوایی مائل می شود. هر یک دانشجوی فیزیک هم می داند که طبیعت طاقت خالیگی را ندارد. بدین منوال طبیعت نمی گذارد که مینه ما خالی باشد و در رو آن را پر کردن می گیرد. سؤالی به میان می آید که از چی؟ از هر گونه اندیشه و حسیات. باید گفت که در طینت ما چنین حسیات از قبیل تشویش، هراس، بغض، رشک، حسد و غیره همه وقت وجود دارند و این حسیات چنان پرقوتند که از طینت ما تمام آرامی و اندیشه و حسیات گوارا و خوشبختانه را فشرده بیرون می کند. جیمز مارسل، پروفسور پداگوژیک کالج معلم تیارکنی کلمبیا،
این اندیشه را خیلی خوب اظهار نموده است. او گفته است تشویش و اضطراب شما را آن وقت عذاب می دهد که کارهای روزانه‌تان تمام شده اند. در تصوراتتان آن وقت صورتهای ناجای پیدا می شوند که گویا شما به نابرابری های زندگی گرفتار شده اید و خردترین خطاهایتان را بزرگ کرده نشان می دهد. در این حالت می گوید او معینه شما مطاری را می ماند که به بار لا قیدانه کار کرده ایستاده است. در این حالت آن با سرعتی خیلی بلند کار می کند و این وقت تهدیدی سوختن قسم‌های اساسی آن یا پره از کار برآمدنش پیدا می شود. برای از تشویش رها شدن ضرور است که به یگان کار مشغول باشیم و پره بند گردیم. باور کنید برای درک کردن این حقیقت و به حیات تطبیق نمودن آن هیچ وقت شرط نیست که پروفسوری کالج باشیم. در سالهای جنگ من در چیکاگو با صاحب خانه‌زنی شناخته شدم. او گفت که برای خود کیها کشف کرده است که بهترین دوا برای از تشویش و اضطراب رها یافتن فعالیت است که وقت و قوه کس را پر فرا می‌گیرد. با این زن من در قطاره در حالت شناخته شدم که همراه شوهرش به فرمه‌شان می‌رفتند. متاسفانه من نام و نسب آنها را نپرسیدم که این خلاف خصلت من پره و انیق آوردن نام و نسب آدمان است. زن و شوهر قصه کردند که فرزندانشان در خودی روز دومی واقعه‌های پرل هاربور به قوه‌های مسلح شامل شد. زن مدام از فرزند یک و یگانه‌شان در تشویش بود که این به تندرستیش سخت تهدید می‌کرد. اندیشه‌های خیلی مختلف و مغشوش او را عذاب می‌دادند. حاضر در کجا باشد؟ از خوف و خطر آیا دور است؟ در جنگ باشد چی؟ تیر خورده باشد چی؟ یا خود کشته شده است؟ وقتی از او پرسیدم که چطور توانست تشویش و اضطرابش را پشت سر نماید جواب داد. برای این وقت نداشتم. معلوم شد او اول خدمتگار زن را جواب داده اجرای تمام کارهای خانه را به عهده خود گرفته است. بدبختانه گفت او در اول تمام کارها را لاقیدانه اجرا می کردم و معینم در آن فعالیت نداشت. از دلم گذشت که برابری کارهای خانه مرا باز فعالیتی لازم است که در هر ساعت روز قوه و نیروی ما را پره به خود جلب نماید. به این خاطر در مرکز کلان سودا به صفت فروشنده به کار سر کردم. این به من خیلی کمک کرد. در گردابی فعالیت افتادم. میزاجان پیوسته گرد و اطرافم را پیچانیده اندازه و نرخ و رنگ میپرسیدند. اکنون یگان دقیقه وقت نداشتم که دیگر اندیشه ها به سرم بیاید. بیگاهی بعدی کار باشد. مدام در اندیشه آن بودم که از درد پایها چطور رها یابم. خوراک شام را خوردن برابر به جایگاه می در آمدم و در خوابم می برد. دیگر آن وقت قوه هم نداشتم که به تشویش بیایم. این زن برای خود گفته های جان کاوپر پاوس را که در کتاب خود صنعت فراموش کردن چیزی نامعقول نوشته است کشف نمود. پاوس نوشته است کم چخیل حالتی فارم و گوارا و آرام چون فراموشی خوشبختانه عصبهای آدم را فرا میگیرد وقتی او جدی از پی اجرای عملش باشد. انا همین است خوشبختی ما. آوسا جانسون یکی از سیاه زنان مشهور دنیا چند پیش به من قصه کرد که چطور تشویش و غصه را پشت سر نموده است. واقعا ممکن است شما تاریخی حیاتی او را خوانده باشد. کتابش من از کارنامه‌های خویش شادم نام دارد. نام کتاب و سرگذشت حیاتی او حقیقتاً به هم خیلی مناسبند. وقتی مارتین جانسون به او خانه‌دار شد آوسا همگی 16 ساله بود. از پیاده‌روهای چنوتی شتاتی کانزاس زنش را به پیراهای دشوارگذری و جنگلزارهای برنسا برد. مارتین زن و شوهر طول 4 عصر در تمام دنیا سیر و سیاحت نموده درباره حیوانات نادری نیست شده ایستاده آسیا و آفریقا فیلم می‌برداشتند. 9 سال مقدم آنها به وطن برگشته در تمام گوشه‌های کشور لکسی می‌خواندند و فیلم‌های مستمن نمایش می‌دادند. بار هنگامی از دیور به طیاره نشستند. هنگامی فرود آن به کوه برخورد. مارتین جا به جا هلاک شد. درباره آوسا باشد دکتران با چنین خلاصه آمدند که دیگر از بستر نخواهد خیست، ولی آنها این زن را هنوز خوب نمی‌دانستند. از بین 3 ماه نگذشته او الکی عربچه سوار شد و اکنون در اودیتوریا سر آدم لکسی می‌خواند. در عربچه نشسته او زیاده 100 لکسی خوانده است. وقتی من از او پرسیدم که همه این تک و دو برای چی بود جواب داد برای آنکه به حزن و تشویش وقت نماند. یعنی آوسا جانسون آن حقیقت را دریافت نموده بود که تنیسون 1 عصر قبل ترنم میکرد باید در فعالیت غرق گردم
وگرنه از غصه آب و ادا می شوم. ادمیرال برد باشد این حقیقت را وقتی کشف نمود که در کلبه تاقه و تنهای دامن پریخ قطب جنوب میزیست. ادمیرال برد 5 ماه دراز را در این کلبه تاقه و تنها گذرانیده است. در مساحت 100 میل یک جانی زنده موجود نبود. سردی چنان دهشت آور که تف میکردی تا زمین نرسیده یخ میبست. او در کتاب خود یک کس درباره این 5 ماه تنهایی و خنکی قصه می کند. روزها هم آنجا مثل شب سیاه و تاریک بوده است و برای آنکه دیوانه نشود ادمیرال را لازم می آمده است همه وقت بند باشد. بیگاهی می نویسد او: پیش از آن که چراغ را کشم از روی عادت نقشی فردایینه را می کشیدم. مثلا 1 ساعت جدا می کردم برای تازه کردن نخب احتیاطی، نیم ساعت برای هموار کردن برف توده ها، 1 ساعت برای جابجا گذاراندن باجگاه سوزشواری و غیره ها. چون این وقت جدا کنی ها عالی جناب بود. قید می کند او: به من امکانیت فراهم می آمد که خود را پر اداره نمایم. و باز علاوه هم می کند: به این البته روزها به مقصد می گذشتن و حیاتی به مقصد به فاجعه شخصیت برده می رساند. به عباره آخرین دقت می دهیم: حیاتی به مقصد به فاجعه شخصیت برده می رساند. یعنی اگر من و شما چه تشویشی داشته باشیم باید طبابتی خیلی قدیمه کار را به خاطر بیاریم. در این باره شخصیتی خیلی معروف مرحوم ریچارد کیبوت، سابق پروفسوری بیمارخانه کلینیکی گاروارد، نیز همین خیل عقیده دارد. دکتر کیبوت در کتاب خود مقصد حیات چیست می نویسد: چون دکتر با خرسندی مشاهده می کنم که چگونه مهنت بسیار آدمان را از شبهه، دودلگی و ترس به التهاب روح و لرزه گرفتار را طبابت می کند. مردانگی که مهنت به ما می بخشد این همان باوری است که امرسون ابدی وصف نموده است: اگر ما به کار بند نشده محزون و به مقصد یک جا نشینیم، طایفچه های خورده احاطه من می سازد که چارلز داروین آنها را روحیه مایوسی نامیده است. آنها البته آن عجوبچه های دهشتناک اند که طینت ما را خالی می کنند، قابلیت و قوه اراده ما را محو می سازند. من یک آدم بسیار کارساز نیویورکی را می دانم که عجوبه ها را توسط مهنت مغلوب ساخت و بسیار بند که بود در حیات وقتی عصبی شدن و به اضطراب افتادن نیافت. او ترامپر لانگمن نام داشت. در وول استریت اتاق کاری داشت و شنونده کورسای من بود. حکایت او در بابت فرو نشاندن اضطراب چنان مراق آور بود که بعد مشغولیت من به طربخانه دعوتش کردم و تا قریبی روز نشستیم. او چنین حکایه کرد: 18 سال پیش از این مرا به خوابی خیلی سخت عذاب میداد. دائما در هیجان بودم که دائما عصبی می شدم و به غضب می آمدم. تا به التهاب عصب گرفتار شدنم 1 قدم دیگر مانده بود. این تشویشم سبب داشت. آن وقت خزینه‌داری فیرمه فرونت اند اکستاکت در نیویورک بودم. ما برای فروش بانک‌های 1 گالانه شاهتوت زمینی $500,000 صرف کرده بودیم. طوری 20 سال آخر ما محصولات خود را به فیرمه‌هایی به فروش یخماس مخصوص گردانیده شده می فروختیم. گپ سری آن که فیرمه‌ها حجم استحصال یخماس را زیاد کرده اکنون شاهتوت را از دیگر جا در باجگاه‌های کلان می خریدند. ما باشیم نه تنها آن $500,000 را صرف کرده بودیم، اینچنین به مبلغ $1,000,000 دیگر شرطنامه هم بسته انتظاری رونق کار را داشتیم. انا وضعیت معلوم که در این حالت کسی باشد به اضطراب می آید. من به اودسونویل شتات کالیفرنیا که فابریکی ما آنجا واقع بود شتافتم. خیلی کوشش کردم به پریزیدنت فیرم فهمانم که شرایط ها دیگر شده اند و ما را مفلس شوی انتظار است. او به این باور کردن نمیخواست، چون این عقیده داشت که به همه این فیلیالی در نیویورک بوده که از عهده تجارت نمی براید گناهگار است. من چند روز صرف کردم تا فهمانم که بانکه کردن میوه را بس نموده آن را تازه و تر در سان فرانسیسکو به بازار برارند. تنها همین عمل پرابلم های ما را می توانست قریب پر حل نماید. راستگه اکنون می بایست آرام گیرم، ولی تشویش و اضطراب گویا برای من عادتی شده بود. هیچگاه
به خود آمدن نمی توانستم. به نیویورک برگشته من اکنون از اندک چیز به اضطراب می افتادم. بابت آلو بالوهایی از ایتالیا آمده، از اناناس‌های از گوای خریده‌امان و غیره دائما شدتی هیجان را حس می کردم. خوابم را گم ساختم. طوری گفتم در مقدمه التهاب عصب بودم. بعد این حیاتم را به طرز تغییر دادم که آن مرا از این دهشت خلاص کرد. خود را به کار زدم. کارهای را به عهده می گرفتم که سفر کنی تمام قوه و نیرویم را طلب می نمود. همین طریق دیگر برای تشویش و اضطراب وقت نماند. پیشتر عادتاً 6-7 ساعت در یک شبانه روز کار می کردم. حاضر باشد 15-16 ساعت. هر سحر ساعت 8 به کار می آمدم و تا نصف شب بنشستم. چونان مانده و شلپر به خانه بر می گشتم که دراز کشیدن برابر خوابم می برد. این عملیات من 3 ماه دوام کرد. در این مدت من توانستم که عادتی به اضطراب افتادن را پر پشت سر نموده باز آهسته آهسته 6-7 ساعت کار می کردگی شدم. برنارد شاو حق است که گفته است سر بدبختی های ما در آن است بالای اندیشه آن که خوشبختیم یا بدبخت وقتی خیلی زیاد صرف میکنیم. اینک بیایید در این باره فکر کردن را ترک سازیم. آستین ها را برزده به کار سر کنیم. خونمون خوبتر به حرکت می درآید. معینه امان بهتر کار می کند. نیروی زندگیمان می افزاید و تشویش و اضطراب را فراموش می کنیم. باید که دائما به کار بند باشیم. این یکی از ارزانترین و بهترین دواهای عالم است. برای آنکه عادتی به تشویش و اضطراب افتادن را از خود دور نمایید، قاعده یک عمر را اجرا کنید. به کار بند باشید. آدمی که عادتی به تشویش و اضطراب گرفتار شدن را دارد باید خود را در کار غرق سازد وگرنه از غصه آب و ادا می شود.